عبدالرزاق توی دارد. این آوازه نیست، این حقیقت است که چند روز قبل در نوار خود این جناب خردکک با کلی تماشابینانش قصه کرد. یعنی او قید کرده بود که 5 سال پیش باری اول عاشق زوری دختری گشته بود و میخواست آینده با او اویله‌دار شود. عبدو Hi sir, I miss you so much. که آینده حتما اویله‌دار می شود، اما با کی و چگونه دختر و یا از کدام دولت و ملت؟ Jackie Chan, I'm coming to China to see you. عبدالرزاق از زمره بهترین و ارزنده ترین چهره عالمی شو بیزنس محسوب یافته، الکی در تمام دنیا محبوبیت بی‌نظیر را صاحب گشت. عینک خوب کردی اومدی. خطا گرفتی ها؟ دیگه جو معامله مستند. تماما تغییر یافته. این لباسای دیگه برندی هم پای افضل را بیاره وحدت سیتی گرفتم. چی؟ وحدت سیتی مغازه که توصیه می‌کنی کو؟ بچه باور نمیکنم که هم وحدت سیتی که من رکلام میکنم. صفت مول محصولاتی هم جای رفتی چی خیلی است؟ بهترین. در حقیقت سه توچکا دارن. انتخاب به حد کلام. بدون راگو میزنه. نرخوش همون میگم کو اونا میدونی چی خری بعدا همین تال میچینی میگن که اگر که لباس گیری لباس دیگر پدرکم همون میگم تال میچینی میاد کساده خرسان میبره میره. معاملهشون چی خیلی بهترین در سطح عالی. تماشاگران عزیز، اما وحدت سیتی که همه روزه من درباره‌اش حرف میزنم، الکی نوروز یکی از میزوجی همین مغازه شده است و لباسای برندی از اونجا خریداری نموده است. ببینید تماشاگران عزیز، اگر شما میخواهید که لباسای دقیقاً با قول خودتون و کلاسیک نشون دادگی خریداری نمایید، پس توصیه میدم که بازار فود سیتی دوم آشیانه پیشی مغازه وحدت سیتی روید. در اونجا بهادرکه شما رو پیشواز میگیرد و نرخ‌های به حد ارزان با یک معامله خوب و شما سکت کشکتی دستگیری میکنه. تصدیق میکنید. آدرس همه در روی اکران. روید زنگ زنید، شانس خوب است. عبدالرزاق توی دارد. این آوازه نیست، این حقیقت است که چند روز قبل در نوار خود این جناب خردکک با کلی تماشابینانش قصه کرد. یعنی او قید کرده بود که 5 سال پیش باری اول عاشق زوری دختری گشته بود و میخواست آینده با او اویله‌دار شود، ولی قسمت او را با دیگری پیوند نمود و عشق پرسوز در دل کوچک عبدالرزاق باقی ماند. او باز خبر داد که آینده حتما اویله‌دار می شود، اما با کی و چگونه دختر و یا از کدام دولت و ملت در این باره دقیق چیزی نگفته است. عبدالرزاق ماه اپریل به تاجیکستان سفر بسته بود و همین که ماه رمضان پر شد او باز عازم خارجه گشت. او سفرهای زیاد در نقشه داشته. عین حال در هندوستان بندی ثبت کینوفیلم با سلمان و شاهرخ خان است که با یک جید و جهد پی آماده نمودنش هستند. خدا خواهد این فیلم در بازار سینما یکی از فیلم‌های مشهورترین در حیات عبدالرزاق باقی خواهد ماند. عبدالرزاق روحیه بلند، استعدادی بالا داشته، هنر در باطنش مثل وولکان فواره زده می‌جوشد. کلیپ‌های جالب، سرودهای دلنشینش سزاوار احسن و آفرین مخلصان جهانیش گشته است. عبدالرزاق از زمره بهترین و ارزنده ترین چهره عالمی شو بیزنس محسوب یافته، الکی در تمام دنیا محبوبیت بی‌نظیر را صاحب گشته است و همچون یک تاجیک بچه نامدار او را اعتراف کردند. ما با این پسر بچه مشهور و آوازه‌دار برای کامیابی تمنا نموده آرزومند آنیم که شهرتش باز هم در پرواز گردد. با پیش عبدالرزاق با کانال ما ابونه شده، پادپیساتسا کردن، لایک گذاشتن و همچنین پدیلیتسا کردن ویدیو رو با دوستانتون فراموش نسازید. We got this. We're gonna do it. Yes, And we're gonna do it big. Yes. Love you guys. Jackie Chan, I'm coming to China to see you. my favorite person in the whole world. Abdu. Hi sir, I miss you so much. I love you so Eid Mubarak, much too. sir. Eid Mubarak to you. How are you finding the house, Abdu?